با سلام. روش تنظیم دستگاه CO2 به روش سلکتوری. ما به همونی که میخوایم ولتاژ تنظیمش بکنیم دو تا کلید داریم. یک کلید که ولتاژ یه دفعه زیاد میکنه، یک کلید داریم که خورده خورده زیادش میکنه. ذره تنظیم کردن ولتاژی که هست داخل این دستگاه، ما اول از همه ولتاژ ثانویه منهای ولتاژ اولیه میکنیم، بعداً تقسیم بر این قسمت اولیه میکنیم. حالا هر چند عددی که مخابرات باشه، 3 تا 4 تا 5 تا، بعضیشون دستگاه هستن 7 تایی هستن. هر چی تعداد تقسیماتش بیشتر باشه دقتش خیلی خیلی بیشتر هستش. زمانی که انجام دادیم، حالا مثلا مثل این دستگاه 400 آمپری هستش، 400 آمپری ولتاژ اولیش 15 هستش، ولتاژ ثانویه 36. از همدیگه که کمشون بکنیم میشه 20 تا. بعدا ما تقسیماتی که توش انجام میدیم ولتاژ ثانویه رو منهای ولتاژ اولیه که بخوام بکنیم میشه 20 تا. حالا اینجا که 4 تا دونه که هستش، ما 20 تا تقسیم بر 4ش که بکنیم میشه 5 تایی. از آ که اینجا هستش میشه ولتاژ اولیه ما میشه 15. 5 تا 5 تا که اضافه بکنیم میشه 15 20 25 30 میمونه 5 تا دیگه. 5 تا که تا 35 تا که میخواد باشه یا 36 تا که خودمون هستش، اون 5 تا رو توی این قسمت هر چقدر که هستش تقسیم بر این میکنیم که اون خورده به دست بیاد. ما اگه ولتاژ یه دفعه بخوایم زیادش کنیم، اینجا مثلا 15 هستش، اگر یه دفعه بیادش اینجا میشه چقدر 20 تا. اگه بخوام خورده خورده زیادش کنیم، مثلا اینجا 7 تا دونه هستش، 5 تقسیم بر 7 کنیم میشه 7 دهم. خب حالا اگه میخوام خورده خورده زیادش کنیم، اینجا اگه 15 باشه اینجا روی 1 باشه میشه 15 و 7 دهم. شروع کنیم جوشکاری کردن. اگه رو 0 باشه به هیچ عنوان جوشکاری نمیکنه. حالا خورده خورده مثلا خب 21 بزنیم، میذاریم روی 20 15 20 21 بخوام بذاریم میشه چقدر؟ یا 21 کنیم که بخوام بذاریم این میشه 7 دهم، اینم میشه 7 دهم، میذاریم روی آ بی 2 میشه 21 کنیم مثلا. دقت کردیم؟ به این ترتیب ما ولتاژ اینجا تنظیم میکنیم. حالا میریم جوشکاریش انجام میدیم که یکی به روش پس دستی هستش، یکی به روش پیش دستی. دو روش جوشکاری داره، یکی به روش پس دستی هستش، یکی به روش پیش دستی. پیش دستی که جوشکاری میکنیم خطشون میفته پشت جوش میزنن، به این صورت در میاد. یه روش هم داریم به صورت پس دستی. زمانی که میخوایم بزنیم ذوب میفته جلوی کارمون رو میزنیم. به این صورت اگه دقت کرده باشید زمانی که به صورت پیش دستی میزنیم نرخ نفوذ کمتره، برده خورده کمتر میشه، ولی توی پس دستی نرخ نفوذ بیشتره، برده بیشتر میفته. بیشتر توی توپوزی‌ها از پس دستی استفاده میکنن که مشکلی نداشته باشیم. زمانی هم که میخوایم جوشکاری بکنیم برای اتصال که میخوایم بزنیم باید دقت داشته باشیم چه نوع ضخامتی داره میزنه. اگه ورق نازک باشه باید رو لا بذاری، اگر به قول خودمون متوسط باشه مثلا تا 12 میل باشه روی مدیوم میذاری، اگر ورقت هم ضخیم باشه باید حتما روی هایت بذاری که زمانی که جوشکاری می‌کنی مشکل ایجاد برات نشه. ولتاژ هم که میخوای تنظیم بکنی دقت داشته باش، نسبت به ضخامت ولتاژ تنظیم می‌کنی، سرعت سیمت هم نسبت به ولتاژ تنظیم می‌کنی. یعنی اینکه اگر ولتاژ بالا باشه سرعت سیم کم باشه احتمالی که نوک سیم بچسبه به نازلت هست، یا اگر به قول خودمون ولتاژت کم باشه سرعت سیمت زیاد باشه شروع به تق تق کردن و ضربه میزنه نوک سیم به احتکارت و جوشت خراب میکنه. اینا رو خیلی خیلی با دقت داشته باشید. نوک سیمت
تا نازلت باید فاصلش 12 میلیمتر باشه. اگر بیشتر باشه یعنی که سرعت زیاده یا دست فاصله دار گرفتی، اگر کمتر باشه یعنی که سرعت کمتره یا دست بیش از اندازه نزدیک به قطعه گرفتی. با تشکر.